Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. عنصر صهیونی تظاهر میکنه به پیروزی، چهره آدمای پیروز رو با خودش میگیره، میاد حرف میزنه، حرفای گزاف رجزخوانی میکنه. بدبخت، شما کجا پیروز شدید؟ در غزه پیروز شدید؟ 40 چند هزار نفر زن و بچه و کودک رو با بمب آدم بکشه و نتوانه مقاصدی رو که اول اعلام کرده یک دونش رو نتوانه تحقق ببخشه، این پیروزه؟ شما حماس رو نابود کردید، شما اسرای خودتون رو در غزه آزاد کردید، شما گفتید میخواهید حزب الله رو از بین ببرید. شخصی مثل سید حسن نصرالله با اون عظمت رو شهید کردید، تونستید حزب الله رو از بین ببرید؟ حزب الله زنده است، مقاومت فلسطین زنده است، حماس زنده است، جهاد زنده است. شما پیروز نیستید، شما شکست خوردید.